از ما میقپد بسیار مثلا در وقت جنگ با این طرز میقپید تا به دستش را که تا خورد میقپید موجه تا گود تازه میقپید البته خیلی اصولی بکنی است. نرگس که حالا در شرکت به حیث حقوق شناس کار میکند این شغل مردانه را نه به خاطر زوراوری بلکه به خاطر حمایت از خود و آب و تاب جسمانی انتخاب کرده است. او در رشته جیوجیتسو که یکی از نمودهای جنگ است تمرین میکند. اصولهای آموختش نه تنها در میدان بلکه در روزگار هم کمکش میکنند. در کورس دوم میخوندم با یک همکورسم فقط برای جای جنگ میکردم در پرتای پیش میشتم همان را باره زدم یک مشت دادم در این پیشی دیلش دیگر تا آخر در من دیگر سخن کردگی نیست. نرگس پیشتر در نوهای محاربه های تن به تن و اونیورسالی مشق کرده و در مسابقه ها هم برآمد کرده است. از سال 2013 این جانب جیوجیتسو را پیشه کرد و در این بخش الکی دارنده عنوان نامزد استادی ورزش شده است. حریفانش اساساً پسران هستند. بیشتر وقت دخترها من کار نمیکنن برای اینکه با بچه‌ها مثلا من نوتاس رو میزنم برای که من باردم که از مثلا از این من ضربه نمیخورن دخترها نیست میتونن که لات خورن مثلا بچه‌ها کار میکنن این اصولها را. اپای نرگس در اینجا خیلی شروع مشق میکند و در مسابقه جمهوریوی که در شهر خوجان گشت سزاوار جای اول گشت. سال وقتا قطیمون کار میکند و مردمان غالب می‌آید. همراه نرگس در این تالار 15 دختر دیگر اصولهای محاربه می‌آموزند. با گفته مسئولان حدود 2,500 نفر در تاجیکستان در این رشته ورزش مشق می‌کنند و از اینها 60 نفرشان دختر هستند. فدراسیون جیوجیتسو در تاجیکستان سال 2011 تأسیس یافت. نوزیر و نرگس گویم این اشتراکچی بازی‌های آسیایی نزد ساحلی بود که خیلی در مسابقه در مابین 45 دولت آسیا خیلی مهارت خوب نشون داد. اینجوری سومان الیازدوغ که نامزد سزاوار نامزد استاد ورزش گشته است که این دختر در چندین مسابقه‌ها سزاوار چندین مدال‌ها جای‌ها اول گشته است. حتی با پسرها محاربه هم می‌کند سزاوار جای اول می‌گردد دخترک. من کوشش می‌کنم مشق کنم کلانشم چمپیون جهان میشه. وقتی نرگس و همراهانش در کوچه ها سیر می کنند یا قهوه‌خانه می روند به چشم عادی می نمایند. کسی پی نمی برد که آنها دختران جنگاورند. به خردگیری جوانان حتی توجه هم نمی کنند چون مطمئنند که جوابشان را می گردانند. میتونم بگم که چی گفته استاد تو میتونم که با همانها با طرز خودشان صحبت کنم برای که از خود باور دارم که نمیتونم مثلا نمیترسم از آنها در وقتی جنگ میتونم قطعا جنگ کنم. جالبیت در آن است که مثلا برابر ما اومده مثلا فعالیت کرده مشق میکند یعنی جسارت مردی دارد. از نرگس پرسیدیم که با این هنر مردانه همسر آینده‌اش را چگونه تصور میکند. او گفت که ورزشکار بودن همسفر آینده‌اش مهم نیست. مهم این است که آدمی با تمکین باشد و او را خشمگین نکند.